به به حاجی، رستوران اما اصلا بالاخره باز شد. کلی هم امروز پول آوردم، باید بریم کلی میخوام بخورم. به سلام عمو حسن، ببین یه 2 املت مشتی 2 چای بده با 2 هرچی میخوای بیار. حاجی ما هم بریم بشینیم. باید منتظر بمونم که غذاها رو بیاره. از طرف علی دی جی آورد. خب ببینیم چیا داره توش. یا خدا، اینا رو من چجور بخورم؟ عیبی نره، اول سوپ رو میخوریم. به به خوشمزه بود. کیک آورد واسم، دمش گرم. چند تا قارچ بخوریم. استیک هم، وای به به. اما اصلا از کی استیک میزنه؟ بعدی چیه؟ ماهی زیاد دوست ندارم ولی مجبورم بخورم حاجی. بابا اما اصلا چرا انقدر وسیله آوردی آخه؟ حاجی یه نونم بزنیم، واقعا حالم بد شده. حاجی غذاها نمیره پایین، شیرم آورده آب نمیره، بذار حداقل شیر بخوریم. آخش حاجی یه نظر دارم، اینو بزنیم بعد اما اصلا هم حواسش نیست بریم سری بیرون. بذار بخورم. اوکی سری باید بریم. چرا در بسته است؟ اما اصلا برچی بستی؟ غذاتو بخور بینم بابا اول. ای بابا حاجی اینم آخریش بودش دیگه، بذار اینم بخوریم. چرا حالم یه جوریه؟ وای اما اصلا اینجا دستشویی دارید؟ نه آخر باید بری خونتون داداش. انقدر غذا دادی آخر سر دستشویی ندارید؟